دوستان امروز با هم میریم نوشیدنی خنک و خوشمزه آیس دالگونا رو آماده کنیم. 3 قاشق غذاخوری قهوه فوری توی ظرفی میریزم، همینطور 3 قاشق غذاخوری شکر، 3 قاشق غذاخوری آب خنک بهش اضافه میکنم و با همزن میزنم. از همزن دستی هم میتونین استفاده کنین، اما مدت زمانی بیشتری باید هم بزنین تا کاملا رنگ اون عوض بشه، کرممون پف بکنه و حالت کشدار پیدا کنه، دقیقاً مثل این. حالا این مقدار مواد برای 2 لیوان بزرگ مثل این کافیه. یخ رو داخل لیوان میریزم، حدود 1 سانت از سر لیوان رو خالی میذارم و بعد شیر خنک روی اون میریزم و همینطور قهوه پف کرده کشدارمونو. همینطور که گفتم این مقدار مواد برای 2 لیوان بزرگ کافیه. بعد میتونین با هر چیزی که دوست داشتین، خام شکلات، ترافل، روی اونو تزیین کنین یا اینکه مثل من به شکل ساده بذارین. برای راحت تر نوشیدنی این نوشیدنی خوشمزه میتونین از 1 نی و 1 قاشق استفاده کنین. دوستان عزیز، نوش جانتون و خدا نگهدارتون.